رئیس ناحیه رودکی برآمد میکنند. قربان حکیمزاده وزیر کشاورزی جمهوری تاجیکستان، حاضرین گرامی، شما را برای تشریفتان در سمینار علمی و عملی جمهوری اوید به موضوع تکنولوژی پرورش انگور جوز و اهمیت غذایی آن و که حالا در ناحیه آوازدار رودکی و جماعت مشهوری دهاتی راحتی آخشمران بگذار گذاشته خوش آمدید می نمایم. باید قید نمونم که سمینار علمی و عملی مذکور در زمینه دستور و هدایت‌های دائمی اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به نقشه گرفته شده و عین حال رفته ایستاده است. تخم‌پروری یکی از ساحه‌های اساسی کمپلکس اگروصنعتی جمهوری تاجیکستان به حساب رفته. تاریخ 1000 ساله را در بر می‌گیرد. همه بیشتر در وادی حصار پرورش می‌شود. در موضع انگور سلطانی را تا جایی دانسته جای پیدایشش را دهه راحتی ناحیه رودکی می‌شمارند که آن شهرت خاصه دارد. و چنین طعم و شیرینی در دیگر منطقه‌ها انگور سلطانی جوز وجود ندارد. این نوع انگور که از قدیم خاص دسترخوان شاهان بوده از این لحاظ نام انگور سلطانی را گرفته است. تر میوه‌اش کران کره الیپس مانند سبز زردچه و در وقت پختنش زرد طلا رنگ می شود. پخته گذرد رنگش گل مانند، دلش نسبتاً سخت، طعمش شیرین، پوستش تنک پوشیده می شده است. انگور سلطانی جوز راحتی یکی از نوعهای قیمت بهاترین و خوردنی باب مویز به شمار می رود. انگور جوز راحتی در کارکرد صنعت با طعم نوتکرار خود نفوذ خود را پیدا نموده، حالا باشد در کارخانه استحصالی استفاده برده می شود. در سنت خوراکوری میوه انگور جوز همچون اشیاء خام برای تیار کردن افشوره، نوشاکی‌های بی‌الکل، شراب‌های گوناگون، می و سرکه استفاده می شود. میوه خشک آن را در قنادی، پخت‌وپز طعام و نانپزی نیز وسیع استفاده می برند. محترم حاضرین، باید قید نمود که انگور جوز در زمان سابق شوروی تا 400 گکتار در همین حدود پرورش می یافت و محض اگر احیاگری انگور جوز در زمان استقلالیت پیشوای معظم ملت گوییم خطا نمی شود، زیرا محض توجه خاصه او در سال 2008 باعث گردید که این میوه از میوه انگور جوز از نابودشوی امین یابد. از 400 گکتار به 19 گکتار رسانده شده بود. عین حال در 54 گکتار آورده رسانیده شد و باور دارم در یک جایگی نقشه زیاد کردن آن رو به نقشه میگیریم و هر سال تا 10 گکتار کوشش میکنیم که این نوع میوه زیاد کرده شود. حاضرین گرامی، مهمانان عزیز، باید قید کرد که نوابسته از موجود بودن یادگاری‌های تاریخی، موضع‌های سیاحی و خصوصیت‌های تاریخی و فرهنگی، اکولوژی و کوهنوردی به قید گرفته شدنش تا این روز موضع‌های تاریخی و سیاحی ناحیه از جمله موضع انگور جوز راحتی همچون موضع اگروسیاحی و جلب بیشتر سیاحان داخلی و خارجی به این موضع به قید گرفته نشده است. بنابراین از کمیته رشد سیاحی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان احتراما خواهش می‌نماییم که برای جایگیر نمودن به خطسر سیاحی همچون اگروسیاحی داخل کردن انگور جوز مساعدت نمایند.